مادرای عزیز و خواهرای عزیز، من بر همه شما باور که مراجعتم همین است. از تمام آن روزهای نافله‌ای که شما میگیرید، از تمام آن نمازهایی که شب و روز نافله‌ای که شما میخوانید، اگر یک بار بر روی شوهر تبسم کنین، قسم به خدا از همه عبادتان بالا هست. یک بار به بالای شوهر تبسم کنید، یا یک بار پشت دست شوهر تا بوسه کن، از همه عبادتت بالاست. کوشش کن مادر عزیز، خواهر عزیز، کوشش کن که شوهر از پیش خود دست بردارد، گوید خدا تو را اهل جنت گرداند. کوشش کن. اعظم الناس حقا علی المرأة زوجها. زیرا خواهر عزیز، بزرگترین حق بالای تو نه پدر دارد، نه برادر دارد، نه عمک و تقد دارد، شوهر دارد. بزرگترین حق بالای تو حق شوهر نیست. قسم به خدا روز از روزها این زن و شوهرها را خدا در پیشگاه خودش راست میکند. خوش به حال اون زنی که در دنیا خدمت کرد، دعا کرده، دعای شوهر را گرفته است. خداوند باز همراه می شوهر در جنت جایش میکند. حضرت عایشه از شوهر، از حبیب خدا گفت در حقم دعا کن. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دست مبارک برداشت، زیرا از عایشه راضی بود. زیرا عایشه همیشه در خدمت رسول اکرم قایم بود، همیشه پشتیبانی از رسول اکرم میکرد، شوهرش غیبت نمیکرد، شوهرش کمبودی‌هاش در پیش دکانه ها و زنهای همسایه بیان نمیکرد. عذر زیاد دوستانم، یک چند ثانیه وقت شما رو برای رکلام میگیریم. ما قیمار یعنی که ادین اکسپرت رکلام نداریم. یک چند نمود رکلامایی است که برای ما و شما فایده‌ناک است و ان شاء الله که این کاری ما رو پیش میبرد و ما بهترین رولک‌ها رو حرکت میکنیم که بهراتون پیشنهاد کنیم. بعد از رکلام با حاضر شما میتوانید نوارا تماشا کنین. اگر شما مشکلی برریختن موی سر داشته باشین یا اینکه ریشتون تونوکر میخواین غوض کنین، سفید شوی پوستی بدن داشته باشین، خود رو بزبالا کردن یا اینکه خراب کردن میخواین و چندین نمود بیماری های دیگری که در اینجا عکس ها دیده ایستاده این، تنها با ان همین نمرها زنگ زنین. داروهای گیاهی به خیمیکات است، دستافکا با تمام شهرها میبرند. در شهر مسکو، اکاترینبورگ، سن پترزبورگ در مهلت یک ساعت دستافکا بر شما برده میرسونند. با تاجیکستان هم میبرند و با دیگر شهرها 3 روز یا اینکه 4 روز دستافکا برده با شما میرسوند. زنگ بزنید بگید ما از شبکه صدای امید برای شما گپ زده ایستاده ایم، برای شما سکیت میکنن. حتما زنگ زنید. داروهای گیاهی به خیمیکات. زنم حس نمیکند که من شوهر دارم، با مادرم و خواهر و دادرهایم رنگ سگ رفتار میکند. گپ گردانده چی گپی که نباشد جواب میدهد، حتی خاطر مرا نمیبیند. من با زنم نصیحت میکنم، چندین مثالهای زن و شوهری را میارم و حتی چندین کسیته های امر معروف شما را میمانم، میگویم گوش کن. جواب میدهد که این گپ ها همش دروغ است. این بدبخت را بزاره نشد، بزدن نشد، و من گپ های میگوید که در شریعت این گپ ها تماما درست نیست برای گفتن شوهر. لیکن خاطر فرزندهایم چیکار کنم نمیدانم. در وقت زدنم حقارت کردم، تمام حقارت ها را بر من گردانیده. میگوید که من هم خودم نغز میدانم که این بدبخت زنم دوزخی میباشد. راستی که من با این زندگیم خودم را شوهر مرد حساب نمی کنم. اما چی علاج؟ بابای حاجی گوید که زندگی ما با این زن درست است یا نه؟ من در حاضره با پدر و مادرم زندگی میکنم و من او چسکه برای خانه گرفتم. می توانم که در مدت کوتاه خانه اندازم، لیکن با این زنی بدبخت جدا شدن نمی خواهم. می ترسم که مرا بسیار عذاب می دهد. داملا مرا چی مصلحت می دهید؟ با من میگوید که از بحر شوهرم میگذرم و از بحر پدر و مادر اپا و اکم نی. از من دیده اولادهایش را بالاتر میداند. از گپهای شما بابای حاجی مثالش میارم، میگوید که اینها همش دروغ هستند. بابای حاجی میرزا به هر یک معنی کلمه های من جواب گردانید و آن نفرانی که این مکتوب مرا در نماز جمعه میشنوند خواهش میکنم که به من دعای کنید که این بدبخت زنم داند که شوهر چیست و چه خیلی بزرگ است. بابای حاجی بعد جواب این مکتوب با کسیت من با شما البته واخوری میکنم.
ماه سپتامبر 2007 نویسنده بوده است که چند روز بود خواب بود، دیگر موضوع هامون بودن. برادر عزیز و گرامی، اینم از مکتوب اوله قریب که فرقیت ندارن، اینم شکایت از برای زندگی هست و دادر و برادر و اکه را از شوهر بالا داشتن. من هم میگویم که شما هیچ وقت از پدر و مادر و برادرهاتان نگذرید، لیکن اعظم الناس حقا علی المرأة زوجها، بزرگترین حق در نزد زن این اولین شوهر می‌ایستد. شما بزرگی شوهر شناسید، حق شوهر شناسید، شما از پدر و مادرتان نگذرید. لیکن دادر عزیز، من حیران میشوم که این کسیت من برای عائله تو چی تأثیر میبخشد زمانی که گوید همه این دروغ است. وقتی این سخنها را دروغ که گفت، برادر در بین شما علاقه نکاح نیست، نکاح نیست، حتی خانه‌داری که شما دارین این خودش حرام است. سخنی که من میگویم برای شما تا امروز غیر آیت قرآن و احادیث های رسول اکرم چیزی صدا نداده است. سخن خدا دروغ، سخن پیغمبر دروغ، تو کافر هستی، زن و طلاق است. این تو دیگر زندگی حلال نداری. این زن برای تو علکه بیگانه است. با که نداره دادر عزیز، رزق رسان تو نیستی، تربیت کننده فرزندها اگرچه تو باشی، پاسبان اساسی الله است. اینقدر تو اگر دلمانده باشی، اینقدر تو خسته شده ای، آب و روی تو در بین یار و رفیقت کاسته شده است، برای تو هم توصیه همین است. توصیه مثل توصیه اول است. از درد و غم میخوای خلاص شوی، ابغض الحلال الی الله الطلاق است. بدترین حلال ها به سوی خدا طلاق است، لیکن حلال است. حالتهای ضرورت در حلال می شود. برای چی زنهای پیش من میآیند از شوهرهاشون شکایت میکنند؟ اونها را من نیز توصیه دادم، میلش جدا شو، شاید خدا برای تو یکون شوهر خوب دهد. برای همین شوهرهایی که امروز بیچاره ها گویم از پدر و مادرشان هم دعا گرفتن نمیتونند، پدر و مادرشان هم بیچاره در حالتهای پریشانی قرار دارند، از همه این دیده همون را جواب دادن بهتر است. برای همین دادر عزیز با من روبرو شو. همه این که من برای تو بیان کردن نمیتونم، وقتهای زیاد میگیرد. فقط یگانه راهی که اگر خواهی برای تو خوبی آرد، انا همین از جواب میدی، جانت خلاص میگردی. این حدیث ما را دلالتی به یکدیگر فهمی میکند. این حدیث ما را دلالتی به یک دیلی میکند، ما را دلالتی به همبستگی میکند. از این خاطر با این شرف و بزرگی و این برکات حدیث رسول اکرم از خداوند مسئلت دارم، خواهان هستم که خدایا در بین ما تمام مردم مسلمان تاجیکستان و دیگر مسلمان های روی دنیا یک دیلی را، یک دیگر فهمی را، همبستگی و اتفاقی را خدایا نگه داری. و خدایا ما مردم مسلمان را در زیر این آیت انما المؤمنون اخوة سرجم بگردانی. خدایا از دل ما مسلمان ها کینه و حسد و بخیلی را دور بگردانی. خدایا در دل ما محبت را، شادی را نسبت یک برادری مسلمان من همیشه خدایا زنده نگه داری. خدایا هیچگاه ما را بدخواه یک برادر من نگردانی. خدایا خاتمه کار منم بخیر بگردانی. خدایا گذشتگان من رحمت و مغفرت بگردانی. خدایا برادرانی که امروز در سفر هستند همگیش خدایا صحت و سلامت به خاندانشان برسانی. و همه آن برادرانی که امروز در این مسجد مهمان هستند
خوش آمدند. خداوند در هر قدم شما حسنات کتابت بفرماید و صحت و سلامت به خاندانتان برساند. خدایا این جمهوری ما را باز هم آباد بگردانی، صلح و آسایشتگی را همیشه حکمران بگردانی.